درود به همگی، امیدوارم که خوب، عالی و سلامت باشین. خیلی خوش اومدین به این ویدیو. بچه ویدیوی امروز سم خالصه. قراره بریم یه سری ویدیوها ببینیم که سم خالصن، حرف اضافه نمیزنن، بی مطلبی بریم سراغ ویدیو. ولی قبل از هر چیز کانال ما شدیداً به حمایت شما احتیاج داره، پس اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایک کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. حرف اضافه نمیزنن، بی مطلبی بریم سراغ ویدیو. ویدیوی اول نوشته وقتی دیگه نمکشو در میاری. یه سیاه‌پوست کاکاسنگی سیبیل هیتلری مارکسیست کچل. ببین داداش، من نجات پرست نیستم، ولی خب تو هم آروم بگیر دیگه. چقدر منطقی. ببین یه لحظه میگم شوکه کننده، منظورم اینه. ببینیم یه بار دیگه. یه سیاه‌پوست کاکاسنگی سیبیل هیتلری مارکسیست کچل. ببین داداش، من نجات پرست نیستم، ولی خب تو هم آروم بگیر دیگه. یعنی ببین الان همین اول کاری انقدر سمشور شد، دیگه بریم ادامه رو ببینیم چیه. ویدیو بعدی نوشته دوز دنبالته و تو باید فیس آیدی تو باز کنی پشت دوربین. خب آجی این تیکش خیلی خوبه. یه بار دیگه ببینیم از اصلا از اول بفهمین چی شد. فقط اینجاش، فقط اینجا اینطوری میکنه. بریم سراغ بعدی. ویدیو بعدی Real or fake? Real. Oh no, fake. آجی قیافه Fake. Oh no, real. آجی من نفهمیدم چی شد حقیقتا، فقط اون قیافه پسر منو خندید. دروغ میخوام نگم. خب ببین نوشته ریل and fake، یعنی واقعیه یا فیکه. آها الان فهمیدم چی شد. نوشته چقدر من قسمتم نوشته real or fake. نمیدونم درست خوندم، منظورش درسته یعنی مثلا واقعیه یا فیکه. Real or fake? Real. Oh no, fake. چی قیافه بذاره فقط. Fake. Oh no, real. قیافش خیلی باحاله. این ویدیو انقدر چطوری بهتون بگم، اصلا هیچ کلمه‌ای برای توصیف ویدیو ندارم و فکر کنم برای اینکه متوجهشون بشیم باید هر کدومش رو 2-3 بار حداقل نگاه کنیم تا آخر ببینیم. Despita. Dahil sa usilak ng inyong puso, isang kahilingan. Sports car! Yung red! فهمیدین چی شد؟ یه فکر نکنم فهمیدون. یه بار دیگه ببینیم. این پیسکویت داره میخوره. یکیشو میده به بچه، یکی میمونه برای خودش. این الان پیرزنه مثلا هوس میکنه میگه به منم بده. Dahil sa usilak ng inyong puso, isang kahilingan. Sports car! Yung red! خیلی خوبی، خیلی چیز سمی بود. حاجی چه دروازه من باحالی ساختن. داری چیکار میکنی؟ اونم کوره اون وسط، مرد کوره. نگاه کن من چقدر دارم میگم وای حاجی، دیگه من این کلمه رو نمیگم. چقدر اصلا رو مخ خودم هم رفت دیگه نمیگم وای حاجی، ولی اینو یه بار دیگه نگاه کنیم. بعد اون اصلا اون وسط کوره، اصلا کاری نداره، نکتهش بعد اینجاش اصلا این داداش دروازه خالی، توپ تو چارچوبه، بعد تو نمیتونی بزنی.
یعنی ببین هر چقدر از سم بودن این ویدیو بگم کم گفتم، جدا میگم هر چقدر از سم بودن این ویدیو من بگم کم گفتم. ویدیو بعد نوشته دارک ترین مصاحبه سال. نه شما مرسی. خانم شما متعهدی مجاهد؟ من شوهر دارم متأهلم. میشه شماره شوهرتون رو بدید دوستمون امتحانش کنه؟ چالشمون اینه. شوهر من که اینجوری نیست ولی باشه. یعنی امتحان شده است. ولی حالا ما یه امتحان کنیم دیگه. شماره‌شو بگیرم. آره شماره‌شو نه. شماره‌شو بده ایشون بزنه. من توی مغازه واقعا زنگ میزنن؟ خوشم اومد ازتون. شماره‌تون رو برداشتم. خواستم ببینم که دختره ولی چه صدای باحالی داره. بچه فکر یه لحظه بگم گفتم صدای خوبی داره، منظورم چیزای دیگه نبود، فکر بد رو هم نکنید. شماره‌تون رو از روی شیشه مغازه‌تون برداشتم. خوشم اومد ازتون. خواستم ببینم که بابا باریکلا، خدا وکیلی باریکلا. ببین هنوزم مردای خوب پیدا میشه. رفیق باش. حاجی حاجی پرام. یعنی ببین چی بگم، یه بار دیگه ببینیم. شما مرسی. خانم شما متعهدی مجاهد؟ من شوهر دارم متأهلم. میشه شماره شوهرتون رو بدید دوستمون امتحانش کنه؟ چالشمون اینه. شوهر من که اینجوری چه نیست. اطمینانی هم داره ولی بنده خدا. امتحان شده است. ولی حالا ما یه خیلی امتحان بعدم کنیم. ضایع میشه. شماره‌شو بگیرم. آره شماره‌شو نه. شماره‌شو بده ایشون بزنه. من توی مغازه در مغازه دیدمتون. خوشم اومد ازتون. شماره‌تون رو برداشتم. خواستم ببینم که چجوریه. متوجه نشدم. شماره‌تون رو از روی شیشه مغازه‌تون برداشتم. خوشم اومد ازتون. خواستم ببینم که کاملا کار اشتباهی کردید. چرا؟ من متعهدم. حالا نمیشه رفیق باش. حاجی یعنی خیلی بده یه نفر اینطوری ضایع بشه، خیلی بده. یارو مثلا اون اول مصاحبه با یه اطمینانی گفت و کاملا اطمینان، اصلا انتظار نداشت که همچین اتفاق بیفته. یهو خیلی خب بچه‌ها این ویدیو هم به پایان رسید. خیلی ممنون که تا انتهای ویدیو همراه ما بودین. امیدوارم که از این ویدیو لذت کافی رو برده بوده باشید. کانال ما خیلی شدید به حمایت های شما احتیاج داره، پس اگه این ویدیو رو دوست داشتین یا حتی اگه یه لحظه خندیدین، لایک کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. حرف اضافه نمیزنم و تا درودی دیگر، بدرود.